اکسپلویت هستم. امروز اومدم بهتون یاد بدم چطوری توی روبلاکس هم چیت بزنید هم اپ چیتون نصب کنید. یعنی چی؟ چطوری بهتون میگم، شما برای اینکه چیت بزنید تو روبلاکس بهترین چیتا رو بزنید باید یه اپ داشته باشید به اسم دیلتا که توش اسکریپت رو وارد کنید. اسکریپت لانه که بعضی ها مثل خودم اسکریپت های خفن میذارم. اول از این کاری که باید کنید اینه که دیلتا رو نصب کنید. بهتون میگم چجوری باید نصب کنید دیلتا رو. خب میان توی گوگل سرچ کنید دیلتا اکسپلویت، فکر کنم درست نمیدونم، سرچ کنید و میزنید. میان سایت اولی، سایت اصلیشه. اگه اندرویدید، اگه ویندوزی هیچ فرقی نداره. هر اسکریپت هم تو ویندوز نشه میشه هم تو اندروید، هیچ فرقی نداره. اندروید من اندروید رو میزنم، دانلود میزنم سریع نمیخوام وقتتون بگیرم و آخرین ورژن رو نصب کنید. حالا باید برید ببینید نسخه گوشیتون چیه. مثلا یکی از روش‌هاش اینه که از ChatGPT بپرسید. بیایم بهتون اینجا این قسمت رو کپی میکنیم و میریم تو ChatGPT. مدل گوشیمون میگیم، مدل گوشی من آفیس است. حالا پیست کنیم اونو کدوم مدل نصب کنیم. خب میگه باید اصلیش رو نوت کنیم. معمولیش تالوب میکنم. خب سب میکنم دوباره چه طول میکشه استاپ میدم. خب بچه آورد میگه میخوای نصب کنید، میگیم آره رفت شد. ای بابا من شیوت کنن سری باش برو. میگه میخوای نصب کنید، چون از قبل داشتم نصب دیگه نمی کنم. شما نصب کنید و روبلاکس اصلیتون پاک میکنید. نیتون باش روبلاکس اصلیتون پاک کنید. این یه اپ دقیقا مثل روبلاکس، سب کنید یه اپ دقیقا مثل روبلاکس. اصلا خود روبلاکس فقط توش اکسپلویت آورده. خب بریم تو اپ که بیشتر بهتون دوز بدم. خب وارد روبلاکس میشم که یعنی وارد اپ میشم. اما روبلاکس اصلا فکر کنید روبلاکس رو نصب کنید، اون چیزی که نصب کنید روبلاکسه. حالا یه گیم وارد میشم که سریع بهتون توضیح بدم. خب وقتی وارد شید پلیز ویت میگه این دیلتا. خب این دیلتا این دیلتا بمیگم دیلتا. حالا این دیلتا Ibrahim Bailey Henry این دیلتا چیکار میکنه؟ کار میکنه که ما اسکریپت ها رو توش وارد کنیم. کار میکنه که ما توش اسکریپت های وارد کنیم که بتونیم توی روبلاکس دسترسی به هر چی داشته باشیم. قبل از اینکه کاری بتونیم اسکریپت وارد کنیم باید کلیدش رو بگیریم. کلید این اپ رو میزنیم و ما رو میبره اینجا. بعد با VPN وارد چیم. من رو VPN رو روشن کنم. خب VPN رو روشن کردم، کانتینیو میزنم، یه بک میدم که کامل شد. خب بچه باید 3 تا کار انجام میدی. سریع واچ میگه واچ کن، فقط بزنید روش برگردید. اوکی بزنید روش برگردید. بزنید روش برگردید. بعد 170 ثانیه وایسید تا آنلاک شد. یا من استاپ میدم ویدیو رو که وقتی میگه. خب وقت تموم شد و رو آنلاک میزنیم. یه خورده میگه صبر کن. چشم صبر میکنیم. خب چی به ما میده؟ کپی میکنه، کلید رو به ما میده، کپیش کنیم میایم توی روبلاکس. خب بچه ببینید وقتی وارد روبلاکس میشیم که بهتون گفتم روی این آیکونی که براتون اومده میزنی. اینجا میگه کلیدتو بزن، اون که کپی کردی اون میزنی و
کان میزنیم اونو. خب اینجا کامل باز میشه. با این بخشش زیاد کاری نداریم، مثلا این آنتی اف که این روشن کنیم جوین FPS و اینا میتونیم آیکون و همین آیکون دلتا رو تغییر بدیم اینا. یه بخش زیاد برای ما مهم نیست، این بخش ها خون و اینا. چیز خیلی مهم برای ما اینه. اینجا باید چی کار کنیم؟ خب ببینید دلتا چی هست؟ دلتا یه اکسپلویت بهش میگن، نمیدونم چی بهش میگن، ولی چیزیه که یه راهی بین بازی و کدا میشه. بازی و شما یه جور بهتر بگید. توی بازی هر تغییری میتونید ایجاد کنید، هر چی، فقط باید یه خورده برنامه نویسی بلد باشید. الان مثلا میام من اسکریپتی خودم نوشتم و میخوام بهتون بدم که خیلی خوبه برای بازی‌های مثل اسلینبرایت و اینا و برای هر گیمی اون این اسکریپتی زدن برای هر گیمی خوبه. بذارید الان اسکریپتو میارم و بهتون نشون میدم. خب بچه من سورس کدام پیدا کردم و خب بریم چجوری باید حالا اجراش کنیم. میام اینجا، ببینید سورس کدو میام اینجا و اینجا میزنیمش، این آشش اینجا میزنیمش. اگر چیزی از برنامه‌نویسی بلد باشید، حتی حالا برنامه‌نویسی اسکریپت نویسی لان خونده میشه، نمیتونم درست نمیدونم انگلیسی رو تلفظ کنم، ولی حالا اگه بلد باشید من این کد کامنت گذاری کردم کاملش رو که حتی اگه کوچکترین چیزی هم بلد باشید حتی میتونید خودتون تغییرات ایجاد کنید. تغییرات از ویژگی مثلا FOV و اینجا مثلا تا تهش مثلا هید، مثلا اینجا میتونید هیدش تغییر بدید کلا رو پا. خب وقتی که اسکریپتو اینجا زدید این گزینه آبی و این پایین میزنید میاد بالا اسکریپت. برای اینکه ثابت کنم اینو خودم ساختم، اسم چنلمون بالا میشه اوتومینو. خب ببینید این همه ستینگ داره خیلیه و اینی که من الان براتون آوردم نسخه غیر آپدیت شدهش که واقعا بذارید اون نسخه آپدیت شده رو براتون میارم، اون خیلی خوبه. خب بچه‌ها این گزینه آپدیت شدهش که قبلی 3 روز وقتمو گرفت، این یکی فکر 4 روز، نمیدونم دقیقاً چند روز سر اینا بودم، از شنبه این هفته تا شنبه این هفته، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، 4 روز، نمیدونم خود ریدم تو ریز اینا. خب ببینید این همه چی داره برای هر گیمی انتقال یه چی آوردم. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. برای مثلا این گیم مثل اسلینبرایت که فوتبالیشه، میبینید که میتونیم من در دیوار رچیم دوزیونه و این بده میبینیم رو آن میکنیم که دیوار رچیم با اسپید هم میکنیم 200 آیتماش الان یه بیس این هیچی توش نیست، میایم توش برمیداریم بیبریم تو خونم بوی هم سرعتی این خونم از در دیوار این یارو رد میشیم که ترای هارد بود میریم تو خونم. دیدید که واقعا چیزیه که من عاشقشم و ساختنش رو خوشحالم آف میکنیم و مثلا خیلی چیزا رو حالا تو این ویدیو نمیتونم کامل همش براتون تست کنم، ولی تو 3 تا گیم الان براتون تست کنم. یکیش فیک لگه که خیلی خوبه، میاره فشاریه چون آیتمش دوزن داره میزنه. فیک لگ چیکار میکنه؟ ما رو برای بقیه لگ نشون میده. سب کنید از اسمشم سلام برو میرید که عجیب میبرم لگم برای بقیه. الان من میتونی نمید برای بقیه هم تی پیو میشم لگم و این برای گیم دیگه واقعا بده، مثلا اذیت میکنه افرادو. چیز دیگهش همین هاست. تلپورت کیل اینجا به اثر نداره، تلپورت کیلش آپدیت نشده. بریم برای یه گیم مود دیگه گیم بعدی که میخوام تست کنم گان گروم FPS یه اول شخصه. خب میام
سب کنم گیم باز شد. بچه گیم بالا آمد، میریم تو گیم، میم چی تو آن میکنیم. مثلا این بات رو بشونم FOV و اینا که میدونید چیه بیشتر نمیشه دوربین بتونیم زاویه دید چیتمون رو بیشتر میکنیم، میتونه بیشتر از زاویه دوربین ما رو بگیره. بعد خود نزدیک هم شدن که بند نشه. اینو خیلی آنتی من قوی روش گذاشتم که اصلا بند نکنم. احتمال بند شدنش واقعا کمه، یه قفل میکنه روش، واقعا احتمال بند شدنش خیلی کمه. دیگه زیاده روی نکنید البته. میریم دارم مثل ماست هم میکشیم. خب دیگه چیا داریم میتونیم اینجا ران کنیم؟ آفش کنیم و اسپید هک. آره اینجا هم اجرا میشه، ولی چون خیلی سریع کردم خودم لگ میزن اینجا دیگه فکر نکنم این اجرا شکل این قسمت دیوار رد شدن نکنم میشه. نه نمیشه، میگم توی بعضی از گیم ها اجرا نمیشه. سوپر جامپ هم کار نمیکنه، توی همچین چیز مطمئنن کار کرد. خیلی بد سلام کرد. آره دیگه تو داج داریم دیگه، خیلی چیزا بودم. پلین مگنت داریم، توی این گیم هم کار نمیکنه، نکنم کار کنه. پلین مگنت تو بعضی خیلی کم از بازی کار میکنه. این یارو رو میکشه سمت خودمون، بینده دایی پرتش میکنه سمت خودمون. الان اینجا کار نمیکنه. فیک لگم که بهتون گفتم، این استامینا هم که برای این گیم کار نمیکنه، مثلا برای 99 نایتی که استامینا داریم کار میکنه. تو فالو و یکی رو انتخاب کنم. اینا هنوز آپدیت براشون نذاشتم. سلایت این آره دیگه نه این باشه همه چون ممنون باشم واقعا اگه کانالمو فالو کنید، لایک کنید. من واقعا زحمت کشیدم برای اینا، جدی واقعا پاره شدم با ساختشون، خیلی سخت بود. تو خواهش کنم، این خواهش دارم که واقعا بودم تنگرانی هستم که همچی کار کردم که اسکریپتشو کامل خودم ساختم و براتون گذاشتم. اسپیدی داره، اسپیدشو اگه آف کنیم همین اسپید کندی داره، ولی با نار میپردم. آره دیگه بچه من میشم لایک کامنت فالو کنید، خواهش میکنم، خیلی خوشحال میشم. همین دیگه میکنم عشق کنید، دوست توی هر گیمی چیت بزنید، فقط زیر کامنت اسم گیم و نوع چیت بزنید. مثلا گیم تفنگی اسم گیم رو اسمشو میگید چه نوع چیت، مثلا گاتمون، مثلا تلپورت توی اون آدم، هر چی رو خودتون دوست دارید، ترول، هر چیزی یا هر چی دوست دارید من چیزشو بزنم. خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید. همین دیگه، میبینمتون تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ. من یه چیز بهتون میگم چطوری این اسکریپت رو پیدا کنید که بهتون من دادم. این زیر دیسکریپشن همین ویدیو، زیر همین ویدیو کپشن یه لینک، روی اون لینک میزنید و فایل تکست رو دانلود میکنید. تو اون فایل من سورس کد این اسکریپت رو نوشتم، کلا اونو کپی میکنید و میاین اونجا میزنید. همین دیگه. دوباره خداحافظ.